یکی از کارهای مهم دیگه‌ای که ما در اصلاح نظام بانکی باید بکنیم برای سرمایه گذاری، تعیین تکلیف کنیم، این نرخ کریدور بهره رو مشخص کنیم. اگر بهره امروز متاسفانه در بعضی از تصمیمات دیگه میگن 30% برای بعضی از پروژه‌ها که قیمت تموم شده واقعیش میشه 36%، 37%. به نظر شما اگر نرخ بهره این باشه آیا تولید در کشور شکل میگیره؟ هرگز. نه در تولید، حتی در بازار سرمایه. مگه کسی امروز در بازار سرمایه از سرمایه 36% بهره میبره؟ خب این اصلا رشد اقتصادی، رشد پایدار نمیاره. یا این که ما در حوزه پرداخت تسهیلات مخصوصا برای حوزه تولید، درسته ما میگیم رشد نقدینگی اشکال داره که اشکال داره، ولی اگر رشد نقدینگی از جهت کیفی به سمت تولید و هدفمند باشه، نقدینگی دچار مشکل ما نخواهیم شد.